دست منه. خب سلام بچه ها، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. من امروز اومدم با بله هستی با آتوسا. سلام. مسخره بازی بذارم کنار. میخوای یه بار دیگه؟ خب سلام بچه. نه بذار از اول چیز کنم. سلام بچه. سلام. من امروز اومدم با یک دوست گل دیگه، آتوسا. سلام، من هم دانشگاهی مهسان، دوست 1 سال و نیمه. حالا شما شاید فکر کنین که داره دروغ میگه و اسمش آریناه. نه. اگه ویدیو قبلی رو دیدین و اگه ندیدین بریم ببینین چرا اینو میگم. آتوسا خواهر دوقلوی آرینا. آرینا بولونیا درس. آرینا بولونیا هوش مصنوعی میخونه. خب امروز میخوایم ببینیم که آتوسا چی میخونه، چی کار میکنه و همه این چیزا. و راجع پولیمی هم هست. آره پولیمی عزیز دوست داشتنی. عشق من و آتوسا واقعا. الان تو باشگاهی. آره زمین. ولی فکر نکن که خیلی خوشگله و بیاین. آره واقعا. یه باشگاه نمیری. آره. باشگاه دیگه. خوشگله ولی شلوغه. آره. خب آتوسا، اول اسم آتوسا که تانیم بگو چند سالته، چه دانشگاهی درس خوندی و رشتت چی بوده؟ من 24 سالمه، لیسانسم و علم و فرهنگ تهران درس خوندم، رشته‌م معماری بوده. معدل لیسانست هم بگو. آها بله، من خیلی بچه درس خوندم. معدل لیسانسم 18 و یه چیز بوده، 18 و مثلا 50 خورده 60 بود. 60 معدل ها رو ببینیم. میبینی؟ گرفتن این معدل سخت بود؟ چون رشته کلا معماری بودش، خب کارش آره واقعا کار زیاد داشت. کار گروهی بچه‌ها که معماریان میدونن بیشتر کار گروهی زیاد بود، مخصوصا سال آخر. حالا بعدا میگم که مثلا الان اینجا دارم چی میخونم، ولی بچه‌ها که میخوان معماری اپلای کنن پورتفولیو هم میخوان. خیلی سخته. آره خیلی وقت میگیره، واقعا وقت میگیره، کلی ریزه‌کاری داره. بعد حالا مثلا من دیگه از سال آخر که میدونم مثلا میخوام بیام شروع کرده بودم، مثلا پروژه ها رو خیلی خوب می‌بستم، قشنگ خیلی ظرافت خاصی به خرج بدی و خیلی کار داشت، واقعا کار داشتش. یعنی ببخشید تو بخش اپلای و ازتون پورتفولیو خواستن؟ به رشته بذار الان میگم. آره. من اینجا رشته اینجا من اینجا بیلدینگ انجینیرینگ میخونم. کلا شاخه رشته بیلدینگ اند آرکیتکچرال انجینیرینگ که 2 تا شاخه داره، 2 تا ترک داره. یه ترکش لکوه که آرکیتکچرال انجینیرینگ، یه ترکش بیلدینگ انجینیرینگ تو لئوناردو. من دارم بیلدینگ انجینیرینگ میخونم. بعد من پورتفولیو برای این رشته برای کمپس لئوناردوش اجباری نبود، ولی من باز آپلود کردم. برای لکو هم یادم فکر کنم اون اجباری بود، ولی من برای جفتش چیز کردم، آپلود کردم. ولی خب حالا مثلا چون دانشگاهی دیگه هم من زده بودم کلا پورتفولیو می‌خواستم. آره اینطوری. بله. خب یه سوال نوشتم رزومت چی بود؟ چیز خاصی هست اضافه کنی؟ نه مثلا یه چیزی که تو رزومم بودش این بودش که من کلا استعداد درخشان شده بودم تو دانشگاهمون. مثلا من نفر جز 10% چیز میگم، مثلا 10% تاپ ورودی. بعد مثلا من نفر 4 ورودی میشده بودم، استعداد درخشانم گرفته بودم. چون مثلا اینجور که 2 نفر هر سال تو دانشگاه ایران مثلا استعداد درخشان میشن که ما 2 تامون لفت دادن، به من رسید در واقع. ولی خب منم نمیخواستم، من میخواستم بیام پولیمی. استعداد درخشان یعنی که بدونین که کنکور بدی میتونی؟ آره میتونی ارشد بخونی تو همون دانشگاه خود. من فکر می‌کنم مثلا از یه معدلی به بالا همه این اتفاق براشون میفته. ببین نه کاملا بستگی داره. مثلا ممکنه استعداد درخشانای مثلا یه دانشگاهی از معدل 16 شروع شه، یه دانشگاهی از 18 شروع شه، یه رشته مثلا از 18 شروع شه. میدون کاملا بستگی داره. اینو نمی‌دونستم. آره ولی خب مثلا ما به اختلاف چند صد اون نفر اول دوم سوممون معادله هم میدونستی؟ یعنی مینوشتم براتون؟ یادم
نیست ولی میپرسیدیم. این کار نکنیم بچه ها. ولی خب کلا حالا دانشگاه علم و فرهنگی که بودید جوش چجوری بود؟ خیلی خوب بود. من واقعا راضی بودم. یعنی بچه‌هام خب معماری مثلا ما تو کمپس کمپس اینجا میگم خیلی خارجی شد نمیدونم ساختمان هنر معماری داشتیم. آره ولی کلا نمیدونم بستگی به روحیاتتون داره. مثلا من چون خیلی هنری و اینجور چیزا دوست داشتم خیلی خوب بود. بچه‌هام خیلی خوب بودن، بچه‌های واقعا خوبی بودن، جو کلاس خیلی خوب بود. بعد بچه‌ها خیلی هم سن و سال هم بودیم، یه رنج بودیم تقریبا، یعنی خیلی اختلافات خاصی نداشتش. بعد حالا دیگه کلا کوچولو موچولو بودیم. آره دیگه لیسانس کلا خوش می‌گذره واقعا. ولی نه خوب بود. استاداتون هم خوب بودن؟ آره استادامون هم خیلی خوب بودن. واقعا استادای مثلا خیلی دلسوز بودن. بعدم که هنوزم من با چند تاشون در ارتباطم، مثلا حواسشون باشه، واقعا آدمای درستی بودن. چه خوب. استادای واقعا خوب. کم پیش میاد خدای استاد خیلی خوب، خیلی باسواد، خیلی با کلاس، هنری بودن دیگه. آره وای هنری. آره اصلا بعضیاشون که میموندن. خب رشته مستر تو اسمشو گفتیم، یه توضیحاتی هم بده که چی کار میکنی؟ بچه کلا این رشته که یعنی من دارم میخونم بهش من اینتردیسیپلینری، یعنی ما الان سر کلاس معماری هستیم، عمران هستیم، مکانیک داریم، بیلدینگ انجینیر هم داریم. بیلدینگ انجینیر همون ایتالیایی ها اینجا، یعنی لیسانسشون همین رشته رو کنن. تو ایران نمیدونم همچین رشته فکر نمی‌کنم باشه. ولی کلا مثلا همه هستن دیگه و کارامون گروهیه. بعضی موقع اجبار میذارن که تو هر گروه مثلا حداقل یک بک‌گراند از این بک‌گراندهای مختلف باشه، یعنی یه نفر عمران باشه، یه نفر معماری باشه، یه نفر مکانیک باشه، یه نفر بیلدینگ باشه و نشنالیتی‌های مختلف. بعضی موقع نه. بعد درسامون هم همه چی داره، همه چی. مثلا قشنگ آبدوخیاری نه آبدوخیاری نه، آشی شعله قلم داره. آبدوخیاری نه کشک نیست اصلا کشک. آشی شعله قلم کار. ولی همه چی داره. مثلا اینتر ما باید سازه طراحی کنیم، زلزله میایم دیگه طراحی میکنیم. چه کاره خیلی هم زیاده. کلا این رشته کاراش خیلی زیاده. یعنی کارهای گروهیش واقعا چیزتر. شاید از نظر بچه‌ها درساش سخت نیاد. به نظر من ترم 1 بودش، چون کاملا برای من که معماری بودم جدید بود. تئوری بود، اصلا هنری تقریبا چیزی نداشت. خیلی سختم، نه واقعا سختم بود ترم 1. ترم 2 باز بهتر شد ولی کلا کاراش زیاده. بعد تو گروه‌هایی هم باشی که بچه‌ها کار میکنن کلا به چخ میری. ازم مجبور سانسور کن. به فنا میری. آره نه سخته. کلا من کار گروهی انجام بدی، بعد آخر ترم از پروژه امتحان شفاهی داری. بعد مثلا بعضی درس‌ها هستن که هم امتحان کتبی داره هم امتحان شفاهی داره. یعنی اون پارت امتحان شفاهی قطعاً هست. آره. یعنی کتبی نداشته باشین قطعاً شفاهی داریم و برین در واقع هم ارائه بدین هم ازتون میپرسن، یا ارائه بدین بپرسن، یا اینکه مثلا یه سری درس هستن که ارائه نیست، پروژه نداره، تئوریه، ولی هم بعد کتبیشو انجام بده هم شفاهیشو. بعد دیگه آره معماری تقریبا رشته چیز هنری نداره. چند ترمه یه چیزی داره که اونم خیلی معماری نیست، مثلا کالکتینگ دیتا بیشتر. یه درسی دارم بچه‌ها با مدیر گروه همین رشته هم هستش استادش. اون درس خیلی سخته؟ نه اون سخت نبود، خیلی کارش زیاد بود. خیلی ریزه کاری داشت. بعد اگه مثلا باز بچه‌ها دوست دارن یه چیز هنری و معماری بخونن دیگه باید برن درسای الکتیو. درسای الکتیو یعنی اجباری نیست، خودتون انتخابیه، ولی خودتون باید حتما پاس کنید. 2 تا رشته الکتیو، 2 تا کورس الکتیو باید بردارن، ولی هر کورسی که دلشون میخواد. مثلا حالا یکی میره چه میدونم عمرانی برمی‌داره، استیل دیزاین برمی‌داره، یکی میاد مثلا یه چیز معماری برمی‌داره، کامپیوتیشنال دیزاین مثلا برمی‌داره، کاملا بستگی داره. ولی کلا آره معماری نیستش دیگه، همش تئوری. ولی اسم خیلی خفنی داره. کارای گروهیش هم خیلی خفنه واقعا. نه کارامون واقعا زیاده. آره. یعنی اگر سخت نباشه برای بچه‌ها این رشته
کاراش زیاده. به نظر من میتونه سخت باشه، یعنی اینجوری نیست اصلا بتونید آسون پاس کنید درس‌ها رو. واحد درسات هم بگو. آها دقیقاً همین درس‌ها میگم کارگروهی، یعنی اصلا به نظر من حتی در بخوام مقایسه کنم با اون کار گروهی که تو ایران تو رشته معماری انجام میدادیم، اینجا واقعاً بیشتره. ما درسامون 9 واحدی 12 واحدی، یک درس 12 واحدی. شما ببین چقدر کار گروهی بکنید. خانواده دومتن. واقعاً خیلی واقعا زیاده. بعد فکر نکنید که این مشکل مثلا ایرانی هست، یعنی بچه‌ها که درس بخونن، حتی خود ایرانی‌ها، ایتالیایی‌ها که میگن فکر نکنید خوش گذرونن. ما واقعا بچه‌های ایتالیایی که مثلا قویان و کار گروهی قشنگ شنبه یک شنبه هاشون رو میشینن کار میکنن. کار داره، واقعا کار داره، زحمت داره، ولی میتونیدم بی وجدان بازی در بیارید و کار گروهیتون انجام ندید، بندازید گردن بقیه. این واقعا بی وجدانیه. آره این بی وجدانیه. خیلی هم فکر کنید مثلا 12 واحدت بپره. ببین 12 واحد دقیق یا بپره یا تو مجبور باشی کل 12 واحد پروژه‌ش رو ببندی. اینه که کلا تو انتخاب گروه بندی دقت کنید، یکم با بچه‌های ارتباطاتتون رو خوب کنید. اون روحیه سوء استفاده گری هم خواهش میکنم نداشته باشید، یکم انسانیش میکنم، وجدانتون بیدار شه. بچه‌ها نه کار گروهی واقعا سخته، یعنی اصلا کلا درست نیستش که اینجوری میکنم. خیلی من خودم این بلا سرم اومد که کار گروهی مثلا افتاد گردن من. خیلی بده واقعا. خیلی تو کامپیوتر که نداره ما فراریم. خیلی. خود استادا میدونن تو کامپیوتر اکثرا این گزینه هست که خودت تنهایی انجام بدی. ببین اینم میتونی تنها انجام بدی، ولی انقدر زیاده تو میگی چرا من زحمت کشیدم بعد مثلا یکی دیگه باید بیاد سودشو ببره. حالا بعضی استادا میگن ما متوجه میشیم که کار گروهی کرده کی نکرده، ولی این واقعیت رو بخواین نه، به نظر اینجوری نیست که 100% متوجه. اصلا برو اسمشون رو بگو. آره خانم آقای فلان خانم ایکس آقای ایگره. واقعا حالا ما ایرانی این کار نمی کنیم، ولی فکر میکنم خارجی این کار بکنن. آره بچه‌ها ما البته همشون نه، ولی ما بچه‌هایی داشتیم که ترمای پیش تو گروه‌های ایتالیایی یا اینترنشنال تور بودن، کار نمی‌کردن، بچه‌ها شوتش می‌کردن بیرون، رفتن به استاد گفتن، ولی فکر کنم در نهایت پاس شدن، اما با مینیمم ترین نمره، یعنی 18 گرفتن. بچه کامپیوتر عاشق 18. یه چیزی هم که می‌خواستم که بچه‌ها اگه نمی‌خواین دکترا بخونید، واقعا نمی‌فهمم دلیل اینقدر پافشاری رو نمره بالا گرفتن چیه. یعنی از نظر من اگر هر نمره میگیرید اکسپتش کنید برید، چون شما میتونید 5 تا کال امتحان بدین. بعد مثلا اگه حالا نمیدونم هر چیز شخصیه، ولی من خودم به شخصه چون یه روند فرسایشی امتحانا خیلی سختمه، ترجیح دادم که نه هر نمره گرفتم چیز کنم، چون در نهایت هم شما اگه بخواید برین سر کار نخواین برای دکترا اپلای کنید، در نهایت اون چیزی که تو گروهیت، یعنی به نظر من کار گروهی رو خوب انجام بدین، به اینکه نمره و اینا نه اصلا به نظرم خیلی درست نیست اینجا. میگم هر چیزی شخصی ممکنه شما نمره دوست داشته باشین، نمره‌ای باشید. این ماره مدرسه بود. نکنید این کارا، نمره‌ای نباشید. ولی حالا اگه هستین اشکالی نداره، ولی میگم که دیگه یکم حساسیتتون رو کمتر کنید. آره واقعا نمره، ولی فکر میکنم با نمره بعدم حتی بشه برای دکترا. آره همه چی که نمره نیست دقیق. ولی میگم مثلا دیگه مخصوصا برای این رشته که کار گروهی یومی میبینی مثلا گروهت اینجوری شد، بعد تو نتونستی یک نفری شاید نتونی انقدر پروژه خوب ببندی که با مثلا 3 نفر 4 نفری دیگه مثلا اون موقع اصلا خود به خود حساسیتشون کم میشه، چون میان تو این جو قرار میگیرن دیگه، انعطاف پذیر میشه. آره دقیقاً انعطاف پذیر باشی. خب حالا خود استادا چطورن؟ استادا هم خوب دارن هم بد دارن. بد که میگم یعنی اصلا ممکنه نتونن مفاهیم درسی و قشنگ یاد بدن، تو مثلا مجبور باشی به خاطر زبان یا اینکه کلا اصلا بلد نیستن توضیح بدن، مجبوریم بزنیم تو سر خودمون یاد بگیریم اون درس چجوریه. ولی استادای خیلی خوبم دارن. مثلا ترم پیش یه درس خیلی اصلی ما داشتیم که دقیقاً راجع به معماری انرژی بود. این رشته راجع به انرژی ساختمان و اینا. استاداش واقعاً خوب بودن، خیلی استادای خوبی بودن.
حالا اسمش هم درس بیم بود BEM بیلینگ انرژی نمیدونم به مغزم به جا نمیاد. بیم بود داره اسمش بیم. استادش واقعا خوب بودن، من خیلی راضی بودم. اون رشته هم بچه‌ها خیلی دوست دارن، یعنی معمولا من شنیدم بچه‌ها که فارغ التحصیل میشن مخصوصا معماری دوست دارن مثلا کارهایی که تو کورس انجام دادیم انجام بدن. این ترم یه درس داریم BS بیلدینگ سرویسز راجع به HVAC و مثلا سیستم HVAC و یکم مکانیک سیالات و ایناست. شاید خیلی دوست داشتنی نباشه، محاسبه داره، مثلا تئوری زیاد داره، ولی خب ترم پیش من خیلی خوب بود. حالا این ترم فعلا در حال حاضر این یکی درس BS رو من امتحان ندادم، نمیدونم چجوریه. بعد نژاد پرستی تو استادی دیدی؟ ببین ترم یک یه استاد داشتیم میگفتن نژاد پرستی، ولی راستش بخوای به نظرم زیاد حوصله و اعصاب نداشت، یکم سنش بالا بود. نه نژاد پرستی نه. ببین یه سری استادا بودن مثلا شما باید ارائه بدین سر کلاس پروژه‌تون، یه سری درس‌ها باید پروژه‌تون ارائه بدین. و مثلا یه درسی ما داشتیم استادا مثلا میرفتیم جلو کلاس ارائه بدیم، شروع می‌کردن با اسیستاشون در گوش هم یکی گفتن خندیدن، یعنی این یه چیز رفتار مثلا حرفه‌ای نبودش، ولی نژاد پرستی نبود، مثلا رفتارشون درست نبود دیگه، بیشور بودن مثلا اینجوری. ولی کلا نه، من نمیتونم بگم مثلا چیز نژاد پرستی دیدم یا بگم استادا نژاد پرست بودن. حتی مثلا این ترم یه درسی ما داریم درسش زلزله است که میگم باید بشینیم سیستم میلگرد و اینا باید طراحی کنیم، تیر و ستون طراحی کنیم. بعد چیزه استادش یه خانم پیره ولی خیلی مهربون، خیلی مثلا میفهمه شرایطو درک میکنه، اوکیه مثلا از این لحاظ چیز نباشه، نگران نباشیم. استادش بد نبود، خوب بود تقریبا اوورال. استاد بدم داشتم میگم، ولی بد بیشتر از نظر اینکه زبانش خوب نبود یا نمیتونستم مفهوم، ولی نژاد پرستی نه، نژاد پرست نیست. بعد خود بچه‌ها چطور؟ میگم من چون مثلا معماری بودم بچه‌ها خیلی هنری و یکم مثلا شور و شوق و ایناشون زیاد بود، مثلا خیلی رشته من کلا معماری رو دوست داشتم. خب اینجا یه لول اومدی بالاتر، کلا مستر یکم مثلا بچه‌ها اختلاف سنیاشون متفاوت میشه، بعد خب مستر دارن میخونن دیگه، نمیشه انتظار لیسانس رو داشت. نمیدونم مثلا کاملا همیشه بستگی به خودتون داره، کلا چه مدل آدمی باشین، مثلا اینجوری باشین که با بچه‌ها زود جوش باشین نباشین، یا میگم کاملا بستگی داره. ولی خب مثلا ما بچه‌ای داریم که کاملا رقابتی ان، ممکنه براتون سردردن باشن، فاصله بگیرید اصلا به حرفشون گوش ندید. کلا زندگی خودتون رو داشته باشین، سرتون تو کار خودتون باشه، زود به نظرم صمیمی نشین، یکم بشناسین بچه‌ها رو. بعد شاید اولش یکم سخت باشه براتون، مثلا بگین آره ما تنهاییم، مثلا بیایم اینجا دوست پیدا کنیم اینا، اشکالی هم نداره. ولی خب سعی کنید با آدمایی که مثل خودتونن مثلا دوست باشین. آره سریع مثلا من تو ذهنم بود که بیام و دوستای اینترنشنال اینطور نیست، سخته، خیلی سخته، از ایران واقعا سخت‌تره. و اینکه مستر دیگه انگار جای اکیپ و نه این چیزا نیست اصلا. نه اصلا میگم مثلا اگه ممکنه اولش هم براشون سخت باشه، براتون سخت باشه دوست پیدا کنم. مثلا من دوست داشتم، من با مهسان اومدم اینجا و خواهرم هم بود، ولی خب مثلا یه هم اتاقیم هم از ایران، یعنی با هم خونه ایم هم اتاقیم از ایران، با هم دوست شده بودیم. ولی خب مثلا اینجوری نبود که بگم من کاملا تنها بودم، ولی کلا میگم که مثلا شاید اولش براتون سخت باشه، اشکالی هم نداره. مثلا حالا ممکنه دوست با یه سری آدما اون اول دوست باشین که ولی یکم میگم دقت کنید دیگه، سردرد نشه براتون. اینجا درس سردرد به اندازه کافی، فقط درس. آره ولی میگم دیگه یه چیزی هم که توصیه هم که دارم اینه که همش به درس نچسبید. من خودم آدمی بودم که نمیتونم تک بودی باشم. آره مثلا باشگاهمون حتما باید بریم، بیرونمون حتما باید بریم. حالا بودا مثلا چند بوده که بخاطر اینکه بعد پروژه رو انجام بدم چند روز کلا نشستم تو خونه چون مجبورم. ولی برای خودتون یه سری تفریحای کوچیک کوچیک ببینید چی حالتون خوب میکنه، مثلا با چی بیشتر حال میکنید.
اگه ورزش حالتون رو خوب میکنه باشگاه بیان، نمیدونم پیاده روی، کوهنوردی، اینجا قشنگ شرایط همه کاری هم هستش. یعنی با بشکن زدن میتونی راحت ببینی چه تفریحی دوست داری. ولی اینطوری نباشه که از همون ترم اول آدم بخواد اینا رو بفهمه، چون نمیشه. نه ببین ترم اول کلا آدم گیج میزنه، نمیدونی درس‌ها چیه، جدیده، یه زبان دیگه. بعد میگم مثل منم که کلا هنری بود، بعد یومیه تو تئوری اصلا واقعا سخت بود درک یه سری مفاهیم و اینا، تئوری بود و همه چی رو پرسیدم. خب حالا میریم سر اصل مطلب. دانشگاه پلیمی اینا چطوره؟ بچه‌ها اگه نمیخواین درس بخونید نیاید. تمام. اگه بچه‌هایی میخواین مثلا با این دید میان که آره ما بریم مثلا ایتالیا خوش بگذرونیم اینا، نه بهتون گفتم ما بچه‌های ایتالیایی مونم که درس میخونن چند هاشون واقعا میشینن درس میخونن. حالا بکوب شاید نخونن، ولی اگه درس نمیخونین نیان، یعنی هم خودتون رو بدبخت میکنین هم ماهایی که بعد پروژه های گروهی انجام بدین. نیاین. پلیمی واقعا دانشگاهی نیستش که مثلا بگم آسونه و راحت میتونید، نه خیلی فشار رو من، اصلا ترم خیلی فشار بود. اگه دنبال اینید که مثلا حالا درس بخونید یه تفریح خیلی خوبم کنارش داشته باشین، یا به این هوامت که تفریح کنید یا یه کوچولو درس بخونید، نه پلیمی جاش نیست. و میگم وجدان اگر دارید نیایید پلیمی. یعنی این رشته مخصوصا که کار گروهی دارین، بچه‌های هم گروهیاتون رو به چخ میدید اگه کار نکنید. این مشکل راجع به ما هم نیستا، من اینو بیشتر تو اینترنشنال دیدم راستش بخوام. تو ایتالیایی هم هستن که کار نمیکنن ولی تعدادشون کمتره. بیشتری مشکل کار نکردن و اینا تو اینترنشنال هست. سخته، نیایید. آره مثلا خیلی این فکر هست که اوکی ایتالیا پس دانشگاهش چیزن پلیمی، ولی دانشگاه خوبیه مثل رنکش، بیایم اونجا هم دانشگاه خوب خوندیم، هم تفریح میتونیم بکنیم، هم پل ارتباطی ما با کشورهای عالی دیگه است. واقعا اینطوری نیست، همچین اینطوری پلیمی میگیره میکشونتتون تو اصلا نمیشه. دقیقاً اینجا میاد نظرتون راجع به یه سری چیزا تغییر میکنه. یعنی ممکنه مثلا یکی دانشگاه ناپولی داره میره بتونه دکترا بره یه دانشگاه خیلی خفن یا یه کار خوب، همه چی بستگی به خودتون داره. یعنی دانشگاه یک مسئله، یه جنبه آینده‌تونه، اصلا به نظرم راستش نیست. کاملا بستگی داره که چندین به خودتون و اینجا دارین چی کار میکنین. ولی با این جفت که یا بیایم مثلا ایتالیا همون خوش میگذرونیم، یا بیایم مثلا پلیمی رنکش خوبه، درسش هم که آسونه پاس کردن. واقعا اگه رنک جای خوبه اینجا الکی نیست. نه بچه واقعا میفهمین، یعنی از همون ترم اول تموم شه میفهمین که چرا رنکش خوب بوده، چون به خاطر استادا که خب همه تا یه لولی هم دیگه بهتون درس میدن، بعدش اینکه چقدر به شما فشار میارن. آره که درس‌ها رو بتونین پاس کنید و یا مثلا یه کار جانبی انجام بدین توی دانشگاه، اونه که رنگ میاره بالا. فشار رو شما واقعا. نه آره میگم اگه بچه‌های مثلا قصدتون واقعا درس خوندن نیستش یا کار انجام دادن یا چیزی یاد گرفتن، نه اینجوری نیست اصلا بتونید راحت درس‌ها رو پاس کنید. اصلا اینجوری نیست. یعنی من با بچه‌ها، با دوستام، حتی مثلا بچه‌هایی که بک‌گراند عمرانی دارن دیگه، مثلا بچه‌های عمران تئوری خوندن براشون راحت‌تره، مثلا این زلزله و اینا درسی که ما داریم براشون راحت‌تره، ولی واقعا کار می‌خوام. یعنی من دیشب با یکی از دوستان صحبت کردم، میگفت رو من فشاره بابت کارهای گروهی، کاراش واقعا زیاده. درس‌ها مثلا به انگلیسیه، حالا من اصلا به اونش کار ندارم، خیلی باید زحمت بکشید. اینه که این رشته متاسفانه زیاد سیستم نمره دهیش عادلانه نیست. یعنی میگم شما ممکنه کار کل گروهتون رو انجام بدین، در نهایت اونا نمره بگیرن و شما به اندازه کاری که انجام دادین نمره پروژه‌تون نشه. تو کار انجام دادی کل پروژه رو تو بستی ولی نشه. کلا زیاد مثلا یه سری جاها ممکنه عادلانه نباشه، اینم بدونید و بیان. نکات پروژه‌ای که من ندارم پروژه خب حالا اگر برگردی دوباره پلیمی انتخاب میکنی؟ فکر راستش سال اول یکم مثلا 50-50 بودم،
الان یکم مثلا مدل درس خوندن و اینا فرق کرده. نمیدونم، من چون بچه درس خونی بودم چقدر خود تعریف کردم. نمیدونم، من مثلا تورینم زدم، پلیتکنیک تورین. راستش الانم بخوام بگم 50-50، ولی نه که پشیمون باش. شاید داره نمیدونم، کاملا بستگی داره که بعد از اینکه درسم تموم میشه مثلا چه شغلی بتونم پیدا کنم و اینا. ولی الان دیگه مثلا تقریبا اوکی شدم با این قضیه، یعنی رشته برام اونجوری سخت نیستش، چون از یه جایی دیگه مجبور شدم مثلا خودت دیگه مجبوری مثلا هم کارهای خودتو انجام بدی، درساتو چیز کنی، شیوه درس خوندنت رو عوض کنی. کاملا نمیشه گفت راضیم ولی ناراضی هم نیستم. خب دیگه چیز حرف سخن آخری داری بگی؟ نه، فقط همون میگم دیگه، یه چیز مهمی که کلا بدونن اینه که درس خوندن اصلا همش 24 درس خوندن برای من جواب نداد. ترم 1 اصلا جواب نداد. کلا حالا منم خیلی بدتر شد. اگه میایین درس میخونین برای همه سخته ها میگم، ولی جنبه‌های دیگه زندگیتون هم داشته باشین، لااقل یه ورزشی داشته باشین کنارش، یه فعالیت فیزیکی داشته باشین. مثلا چه میدونم بیرون برید، ولو شده 1 ساعت هم بیرون برید. آره 24 درس نخونید وگرنه نمیکشید، به فنا میرید. آره واقعا. مرسی بچه ها از شما که تا اینجا اومدین و دیدین. دیگه اگر سوالی چیز داشتین توی کامنت ها بپرسین، من از اتفاقا میپرسم. آره مرسی، خدافظ. بای بای.